انتظار می رود مهلت امتیازها برای مهاجران در روسیه تا سال آینده تمدید شود. در این باره معاون رهبری بخش کار با مهاجران در وزارت کارهای داخلی روسیه ضمن یک اجلاسیه در شورای فدراسیه مجلس بالایی پارلمانت روسیه خبر داد. کیریل ادزینوف روز 27 نوامبر گفت حالا آنها با مأموریت پرزیدنت روسیه کار میبرند و به احتمال زیاد قرار ولادیمیر پوتین تا تابستان سال 2021 تمدید نمودن امتیازها را مد نظر خواهد گرفت. مهلت فعلی قرار درباره دادن امتیاز به شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک در زمان پاندمی کرونا ویروس 15 دکبر سال روان انجام می‌یابد. طبق قرار امضا شده در صورتی به پایان رسیدن مهلت بدوباش مهاجران آنها حقوق دارند در روسیه قانونی اقامتشان را ادامه بدهند. ثبت نام، پتنت، اجازتنامه استقامت و دیگر حجت‌های شهروندان خارجی که مهلتشان گذشته است بیکار کردن نمی‌شوند. در این مدت خارجیان را اخراج و یا دپورت نمی‌کنند. غیر از این زیاده از 6 ماه در خارج زندگی کردن آن مهاجرانی که برای دریافت اجازه اقامت یعنی ونژه یا خود وید نژیتلستو و دیگر حجت‌ها را در روسیه داده بودند قاعده ویرانکنی حسابیده نخواهد شد. قرار دادن امتیاز به مهاجران در روسیه بار اول ماه اپریل سال روان از طرف پرزیدنت روسیه صادر شده بود و در این مدت پوتین 2 دفعه مهلت اجرای آن را دراز کرده بود. با وجود این مهاجران به بهتر شدن وضع چندان خوشبین نیستند. طور حامیان حقوق مهاجران از مشاهده های خود میگویند بسیاری از کارمندان پلیس و حتی مسئولان دادگاه در روسیه از صادر شدن قرار در رابطه با بدوباش مهاجران خبر ندارند و یا گاهی آن را نادیده میگیرند.